امروز 3 август در پایتخت تاجیکستان عید عسل و خربوزه به انجام رسید. در این روز برای مهمانان و ساکنان پایتخت در 4 بازارهای شهر دوشنبه، شاه منصور، سخاوت، قریه بالا و دهقان از ساعت 7 صبح تا 6 بیگاه یرمک فروش عسل و خربوزه در دایره عید عسل و خربوزه برگزار گردید که در آن مقدار بزرگی محصولات غذایی به نمایش فروش مانده شد. جمیله صمدова، معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان، هنگام برآمد پیش از گشوده شوی یرمرک فروش عسل و خربوزه در این دایره عید عسل و خربوزه مهمانان و ساکنان پایتخت را با این عید تبریک نموده ابراز داشت که برگزار نمودن چنین چهاره‌بینی علاقه به عنعنه درآمده است. همدورانی از محترم اشتراکچونی جشن باشکوه امروز باعث سرفرازی و خرسندی هر یک ما است که امروز جشن تهدبار و شیرین خربوزه و عسل در جمهوری ما به حکم عنعنه درآمده و سراسر کشاورزان مملکت این جشن را با یک شکوه و شهامتی خاصه اقبال می‌گیرند و همه شهروندان جمهوری از آن جمله مخصوص شهروندان شهر دوشنبه برگزاری این جشن باشکوه را، این جشن شیرین و شهردار را در آخر ماه آگوست بی‌صبرانه انتظارم. در این بازارها و تماشابینان و خریداران نوع‌های بهترین عسل و خربوزه پیشکش گردیده بود. غیر از عسل و خربوزه اینچنین دیگر محصولات کشاورزی در حجم 230 تن از جمله تربوز، کارتوشکا، پیاز، پامیدور، بادرینگ، سبزی، کدو، سیب، ناک، بلغاری، شربت میوه، گوشت و تخم به فروش گذاشته شده بود. طبق معلومات کارخانه واحد دولتی عسل تاجیک در نیم ساله اول سال 2014 در جمهوری زیاده از 500 تن عسل استحصال شده است. کریم ولی رئیس جماعت دهاتی کوبا هنگام صحبت با خبرنگار دست به دست نقطه تیجی ابراز داشت که تمام محصولات کشاورزی را آنها به ساکنان و مهمانان پیشنهاد نمودند. تمام محصولات خود را در این روز عسل عید عسل پیشکش محصولات خود را پیشکش شهروندان شهر دوشنبه گرداندیم. همین محصولات خود را غیر از تاجیکستان به یگان دولت دیگه صادر میکنه. صادرات داریم ما با ریسپوبلیکای برادری قرقیزستان داریم، ازبکستان داریم، فدراسیون روسیه داریم. هستیم صادرات میکنیم. همین محصولات خود را از نرخ بازار چند فایز ارزان میکنه؟ از نرخ بازار 12-13% ارزان میکنیم. چه منفیت میرسونه؟ منفیت همین که برای مردم یک سبکی میشود. یک سبکی میشود که خیلی شرایط مردم خود به هم معلوم است. هر چندی هم که باشه باید کم ترک یوردن برای مردم میشود. نسبتی بزرگ. محصولات ذکر گردیده نسبت نرخ‌های بازار به اندازه 20% ارزان به فروش برآورده شده بود، ولی بسیاری از ساکنان بر آن نظر بودند که نرخ‌های محصولات از بازارهای پایتخت یگان فرقیتی نداشتند. خلق چی نمیتیم خر ارزان؟ نرخ در یرمرک خربوزه نیورید. بگی زر تمام شکر زنه چی می‌ترسی؟ 15 اشتریه مکای صرف باید زنه چی می‌ترسی؟ نه پولی نه این از منه یا خربوزه چند سومون؟ 15 میگه با نمیفروشش یا خندکی نمیدونم نکو یار مرکز خربوزه را 15 میفروشن رای دو ورده میگه یار مرکز برای چی گفتن این کمیتر کدن قفسون کدن برای چی همون کتکتو گذاشتن همون کارگراخ چند گرفتن دستم سیاسون برفتن گاز توشتن بستگی میگه که 15 چنین یرمرک فروش عسل و خربوزه و دیگر محصولات کشاورزی در دایره عید عسل و خربوزه در تمام منطقه تاجیکستان برگزار کرده شده است.